با وقتی سوال میکنن قلیون چیه؟ حکمش چیه؟ سیگار حکمش چیه؟ حرامه؟ تنباکو حکمش چیه؟ حرامه؟ عرضه بکنید بر این 5 تا ضرر. نگاه بکنید نجاست داره؟ نه نجاست نداره. این برگ درخته، برگ یه بوته‌ایه. اگه تو جیبت هم باشه این برگ نماز بخونید چه تو سجدگاهت هم بیفته نماز باطل نیست، نجس نیسته. آیا هر چیزی که نجس نیست حرام نیست؟ فساد داره یا نداره؟ اگر فساد نداره ضرر داره یا نداره؟ ضرر به عقل میرسونه یا نمیرسونه؟ ضرر به دین میرسونه یا نمیرسونه؟ اگر شیخ شما یه سیگاری الان براش روشن بکنن روی منبر تو جلسه استراحت روز جمعه بین 2 تا خطبه یه سیگار روشن بکنه، همون نمازگزارا با کفش میذارن تو صورتش، یقش میگیرن ولی خودشون سیگار میکشن تو جیبشونه، چه فرقی میکنه؟